در نماز خشوع بیاید، چگونه محبت نماز در قلبهای ما بیاید، چگونه خواندن نماز بر ما آسان شود. سه چیز وجود دارد و سه وسیله و سه دوا که ما را به خشوع میرساند، ما را به لذت نماز میرساند. و والله العظیم اگر به خشوع رسیدیم در نماز، اگر به لذت رسیدیم در نماز، اگر احساس شیرینی کردیم در نماز، تمام مشکلات حل می شود. اولین دوا که با آن طعم نماز را احساس می کنیم، شیرینی و لذت نماز را احساس می کنیم و نماز برای ما راحت می شود، این است که دیدگاهت باید نسبت به نماز تغییر کند. شما به این عنوان نماز می خوانید که یک فریضه الهی است و باید من ای را ادا بکنم که تا در آتش نسوزم، بلکه شما باید نماز را برای این بخوانین که چون نماز را دوست دارین، با نماز محبت می‌ورزین، می‌خواهین با نماز احساس راحتی کنین، می‌خواهین به لذت نماز برسین، می‌خواهین طعم نماز را احساس بکنین. نماز را به خاطر این میخوانین و به خاطر این آمده این که خدا را که در مقابلش ایستاد شده این او را از حاجتهایتان بخبر بکنین. من یک مثال را عرض میکنم تا بیشتر این مطلب واضح بشود. همه ما نان میخوریم، آیا نان را ما به خاطر این میخوریم که ما زنده بمانیم؟ نه خیر، اکثریت ما نان را به خاطر این نمیخوریم که ما زنده بمانیم، چون اگر خوردن نان به خاطر این باشد که ما زنده بمانیم، پس یک نوع غذا کفایت میکند که دائم آن را بخورید، به هر حال شکم از پر شود شما زنده میمانید. چرا در سرخانتان انواع و اقسام غذاها وجود دارد؟ پس معلوم شد علاوه از این که زنده میمانید با خوردن غذا، شما غذا را میخورین به خاطر اینکه لذت ببرین از غذا، طعم و شیرینی غذا را احساس بکنین. بعد از این مقدمه ما میدانیم که نیکان و صالحین چرا آنها احساس لذت میکردن، آنها احساس راحتی میکردن، آنها احساس سکون میکردن در نماز و ما چرا نمیکنیم؟ چون آنها نماز را میخواندن، چون نماز را دوست داشتن، نسبت به نماز علاقه داشتن، نسبت به نماز شوق داشتن. ما نماز را به این خاطر میخوانیم که مقصد ابرای ذمه شود، هر چیز زودتر خلاص شود، خلاص ما برویم به خانه هایمان. پس همچنان نماز را تنها به خاطر این نخوان که یک فریضه است از گردنت ساقط شود، بلکه نماز را به این خاطر بخوان که از نماز لذت ببری. و آن وقت است که کیفیت نماز احساس. مؤمن در نماز مانند ماهی است که در دریا باشد، اما انسانی که در نمازش خشوع نیست مانند پرنده است که در قفس گرفتار آمده است و کوشش میکند که خود خلاص بکند. و اما دومین دوایی که با آن طعم و شیرینی نماز را احساس میکنی و به خشوع میرسید این است که شما وقت نماز میخوانید تمام کلمات را متوجه رب العالمین کنید. هر چی که شما میخوانید تمام کلمات را متوجه رب العالمین کنید، چون ما در حدیث داریم که پیامبر میفرمایند ان احدکم اذا قام فی صلاته فانه یناجی ربه. یک نفر وقتی که از شما نماز میخواند او در واقع با پروردگارش راز و نیاز میکند، لذا وقتی که شما از زبانت کدام کلمه بیرون می شود و می براید، احساس کن این کلمه را الله می شنود، الله الان به قرائت من گوش می کند، الان الله بسبحان ربی الاعلا و سبحان ربی العظیم ما گوش فرا می دهد. بعد تشهد است، بعد التحیات است، پیامبر را سلام میتی در التحیات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. تو پیامبرت را سلام میتی در انجا و فرشته ها این سلام را به مدینه منوره منتقل میکند و در داخل قبر به محمد رسول الله میرساند این سلام شما را. و اما دوای سوم که ما را در نماز به خشوع میرساند، به سکون میرساند، و آن این است که شما نسبت به الله در نماز یک نوع احساس محبت داشته. هنگامی که ایستاد میشوید، شما وقتی که با یک دکاندار معامله میکنید، من یک مثال را عرض میکنم، با مثال بیشتر آنچه را که من میخواهم عرض بکنم واضح میشود. شما با یک دکاندار معامله میکنید، دائم همیشه شما میروید با دکاندار، با فروشنده معامله میکنید، اما نسبت به فروشنده و او دکاندار هیچ احساسی ندارید، علاقه هم ندارید، کدام محبتی هم ندارید، یک داد و ستد است، به ظاهر یک داد و ستد را انجام میدهید، پیسه را میدهید و جنس خود را میگیرید. این را میگویند معامله با یک شخص، با یک دکاندار هیچ احساسی وجود ندارد. با الله چنین معامله نکن که نسبت به او هیچ احساسی در وجودت نباشد، مثل یک دکاندار وری، فقط بگیر و بده،
خلاص الله با ما چنین معامله را نمیکنه. تو آمده این نماز بخوانید و در واقع میخواهید با الله معامله کنید. اینجا باید عشق باشد، اینجا باید علاقه باشد، اینجا باید محبت باشد در مقابل ذاتی که در مقابلش ایستاد شده اید. اگر چنین احساسی در شما باشد، شما به شیرینی نماز میرسید.